یه هواپیمای کوچیک که حامل یه زوج تازه ازدواج کرده و چند نفر دیگه بود، به خاطر مه غلیظی که توش گرفتار شده بودن و نبود دید کافی برای خلبان‌ها و ارتفاع کمی که داشتن، با بالای یه درخت که تو ارتفاعات کوهستان قرار داشت برخورد میکنه و وسط یه جنگل پهناور سقوط میکنه. یه تعدادی از این حادثه جون سالم به در بردن، اما به شدت زخمی شده بودن و تو اون جنگل‌های پهناور بدون هیچ سرپناهی زیر بارون گرفتار شده بودن. اونا توی مکان ناشناخته بودن و باید با خطرات احتمالی روبرو می‌شدن و با اینکه فرصت زیادی براشون باقی نمونده بود، باید برای زنده موندن می‌جنگیدن. براندون و برندی وایلی برای ماه عسلشون از امریکا به کاستاریکا رفته بودن. اونا 6 ماه بود که ازدواج کرده بودن و از همون زمانم برای این سفر برنامه‌ریزی کرده بودن. اون دوتا از زمان دبیرستان با هم همکلاسی بودن و حتی بعدش هم به یه دانشگاه رفتن و از همون دوران با هم دوست بودن. ماجرا از جایی شروع میشه که اونا برای رفتن به شهر کوچیکی که در کنار پارک ملی کورکوادو در فاصله 100 مایلی اونجا بود، سوار یه هواپیمای کوچیک شدن. پرواز چیزی بود که برندی ازش وحشت داشت. اون پرواز 6 تا مسافر بیشتر نداشت و آخرین کسی که سوار هواپیما شد مایکل پاکارد بود. اون یه مهاجر آمریکایی بود که تو همون کاستاریکا زندگی میکرد و عادت داشت هر چند وقت یه بار برای سفر به اون مناطق بره. مایکل صندلیش کنار صندلی براندون و برندی بود. به خاطر همین اونا با هم شروع به صحبت کردن و با هم دیگه بیشتر آشنا شدن. برندی که فوبیای پرواز داشت، برای غلبه به ترسش سعی میکرد تمرکز کنه و نفسهای عمیق بکشه تا این پرواز 30 دقیقه‌ای رو یه جورایی پشت سر بذاره. کاستاریکا یک کشور کوچیکه با جنگل‌های انبوه و کوههای سر به فلک کشیده. به خاطر همین تو روزایی که هوا ابریه، پرواز تو ارتفاع کم میتونه خیلی خطرناک باشه و اون روزم از شانس اونا آسمون ابری بود و شرایط جوی زیاد مساعد نبود. مایکل که هر سال عادت داشت برای مدتی به اون مناطق بره و بارها این پرواز رو تجربه کرده بود، این بار متوجه یه چیز عجیبی شد. اون دید که خلبانا در حالی که یه نقشه دستشونه با همدیگه صحبت میکنن و با نگاه کردن به مختصات این نقشه سعی دارن موقعیت مسیر رو مشخص کنن. انگار اونا زیاد مطمئن نبودن که هواپیما تو چه منطقه‌ای قرار داره. یا تجهیزات هواپیما اعم از ارتفاع سنج و رادارا درست کار نمی‌کرد، یا خلبانا تازه کار بودن و به علت گرفتار شدن تو دریایی از ابر و دید ناکافی سعی داشتن به نمودارها و نقشه‌ای که تو دستشون بود تکیه کنن. اونا متوجه نبودن که خیلی وقته که از مسیر اصلی خارج شدن و دارن به سمت یه منطقه کوهستانی پرواز میکنن. اون مهی که توش گرفتار شده بودن انقدر غلیظ بود که لحظه به لحظه آسمون تاریک و تاریک‌تر میشد. انگار اونا توی یه گودال تاریک در حال حرکت بودن. تا اینکه توی لحظه هواپیما به یه درخت که تو ارتفاعات کوهستانی قرار داشت برخورد میکنه و اونا بین کلی درخت و شاخ و برگ سقوط میکنن و اینجوری میشه که همه ترس‌های برندی به واقعیت تبدیل میشه. بعد از سقوط براندون به طور معجزه‌آسایی به هوش میاد. آخرین تصویری که یادش میومد لحظه سقوط بود. هوا خیلی سرد بود و تمام بدنش آغشته به بنزین هواپیما شده بود. کل بدنش یخ زده بود و پاهاش بی‌حس شده بودن. واسه همین نمیتونست تکون بخوره. سرشو که برگردون برندی رو دید که بیهوش درست بالای سرش افتاده بود. اون با فریاد برندی رو صدا زد. بعدش دستشو به سمت اون دراز کرد و تکونش میداد و فریاد میزد برندی بیدار شو. تو همین حین بود که برندی سرفه میکنه و نفسش بالا میاد. بعدش به برندی میگه قبل از اینکه هواپیما آتیش بگیره خودتو نجات بده و از اونجا برو بیرون. برندی وقتی خودشو از لاشه هواپیما بیرون کشید منظره وحشتناکی رو دید. هواپیمایی که تیکه تیکه شده بود و ازش دود بلند میشد و جسد بیجان 2 خلبانی که در قسمت جلویی هواپیما بودن. بعدش چشمش به 2 تا دیگه از مسافر افتاد که خودشونو از هواپیما بیرون کشیده بودن و به شدت زخمی بودن. با توجه به صحنه‌ای که دیده بود تعجب کرده بود که چطور اونو از این سقوط جون سالم به در بردن. بنزین هواپیما سرریز شده بود و براندون داخل لاشه هواپیما گیر کرده بود. یهو یه قسمت از هواپیما آتیش میگیره و براندون هم در حالی که جسد یکی از مسافرها رو پاهاش افتاده بود سعی میکرد پاهاشو از زیر جسد بیرون بکشه و خودشو نجات بده. بالاخره اون با تلاش زیاد موفق میشه خودشو از اونجا بیرون بکشه و به محضی که بیرون میاد برندی و اون 2 تا مسافر دیگر رو از هواپیما دور میکنه، چون همه بدنشون به بنزین آغشته شده بود و ممکن بود آتیش بگیرن.
یکی از مسافرها به نام آلوارو که به شدت مجروح شده بود و قسمتی از بدنش هم سوخته بود اصلا قادر به حرکت نبود. به خاطر همین براندون اونو کول میکنه و از هواپیما دورش میکنه. اونا خیلی خوش شانس بودن که از این حادثه جون سالم به در برده بودن. قسمت جلویی هواپیما کاملا له شده بود. اینکه اونا تو ردیفای عقبی نشسته بودن باعث شده بود زنده بمونن. برندی که تو دانشگاه پرستاری خونده بود یه نگاهی به وضعیت براندون انداخت و دید که سرش شکسته، دور چشمش سیاه شده و یه طرف صورتش باد کرده و روی بازوش هم بریدگی‌های عمیقی وجود داشت و به شدت خونریزی می‌کرد. اون سعی می‌کنه محل خونریزی رو با پارچه‌ای ببنده تا خونریزی بند بیاد. بعدش سراغ یکی دیگه از بازمانده‌ها به نام سیلکه میره. اون از مرگ دوست پسرش آدولفو شوکه شده بود و فقط به یه نقطه خیره شده بود. برندی وقتی باهاش حرف میزنه متوجه میشه که اون در تمام لحظات سقوط هوشیار بوده و تا لحظه آخر شاهد همه چیز بوده. سیلکه زیاد صدمه فیزیکی ندیده بود، اما به نظر میومد که از لحاظ روانی آسیب شدیدی دیده. تو همین لحظات بود که براندون یهو یاد مایکل افتاد، همون مسافری که کنارشون نشسته بود. اون بین مسافرا نبود. به خاطر همین شروع کرد به صدا زدن مایکل و اسمشو فریاد میکشید. مایکل تو این سقوط به بیرون از هواپیما پرت شده بود و تو فاصله 200 فوتی هواپیما رو زمین نیمه بیهوش افتاده بود. اون وقتی صدای براندون رو شنید چشاشو باز کرد و تازه به یاد آورد که چه اتفاقی براشون افتاده. تو همون لحظه با تموم شکستگی‌هایی که تو بدنش داشت، آدرنالین خونش بالا رفت و بلند شد و به سمت صدایی که میشنید شروع به راه رفتن کرد. اون تاندون یکی از پاهاش قطع شده بود و یه طرف صورتش هم کاملا له شده بود. 4 تا از دنده‌هاش شکسته بود و ریه‌اش سوراخ شده بود. اما با تمام اینا انگار تو اون لحظه درد زیادی احساس نمی‌کرد و قشنگ داشت راه میرفت. اونا به محضی که مایکل رو دیدن اونو رو زمین نشوندن و برندی خیلی سریع متوجه مشکلات جدی که برای مایکل به وجود اومده بود شد. اون به براندون میگه که اگه سریع کمک نرسه به احتمال زیاد مایکل رو از دست میدیم. اما رسیدن کمک سریع یه جورای غیر ممکن بود، چون اونا مایل‌ها از مقصدشون فاصله داشتن و توی جنگل تاریک و پهناور زیر کلی درخت پنهان شده بودن. وضعیت مایکل و آلوارو خیلی وخیم بود و شمارش معکوس برای پایان زندگیشون آغاز شده بود. براندون یه صدایی از داخل هواپیما میشنوه. انگار صدای بیسیم بود و یکی داشت به زبون اسپانیایی صحبت میکرد. چیزی نگذشت که صدا واضح و واضح‌تر شد و اون مطمئن شد که از کابین خلبان صدای بیسیم میشنوه. اما برگشت به لاشه هواپیما یه قمار بزرگ بود. با نشت بنزین و آتیش گرفتن هواپیما هر لحظه ممکن بود هواپیما منفجر شه. اما براندون تو اون لحظه تصمیم سختی رو میگیره. اون تصمیم میگیره که به داخل کابین خلبان بره تا شاید بتونه از اون بیسیم استفاده کنه و کمک خبر کنه. با توجه به وضعیتی که توش گرفتار شده بودن و حال وخیم مایکل و آلوارو، این تنها راه نجات اونا بود. براندون از بین یه مش شیشه شکسته و فلز تیز و مچاله شده یه جوری رد میشه و خودشو به کابین خلبانا میرسونه و میبینه که هر جفتشون مردن. اون دستشو دراز میکنه و بیسیمو برمیداره. بعدش سعی میکنه که توسط اون بیسیم ارتباط رو برقرار کنه، ولی انگار بیسیم خاموش شده بود و از کار افتاده بود. دیگه هیچ صدایی هم ازش در نمیومد و اینجوری شد که اونا این امید رو هم از دست دادن. چیزی نگذشت که بارون شدیدی گرفت و آتیش هواپیما هم خاموش شد و تموم اون سوختی که از هواپیما نشت کرده بود رو شست و برد. همچنین اونا تونستن به مایکل که بدنش به شدت کم آب شده بود مقداری آب بدن. با اومدن بارون دمای هوا لحظه به لحظه پایین‌تر می اومد و سردتر می شد. براندون و برندی با همدیگه مایکل و آلوارو رو به زیر سقف تنها پناهگاهی که براشون باقی مونده بود، یعنی همون لاشه هواپیما بردن و خودشون هم به همراه سیلکه زیر درخت نشستن و همدیگه رو بغل کردن تا شاید اینجوری بتونن خودشون رو گرم کنن. تو همین حین صدای هلیکوپتر رو از بالا سرشون شنیدن. اون یه بالگرد امداد و نجات بود و برای پیدا کردن بازمانده‌های احتمالی این سقوط وحشتناک فرستاده شده بود و در حال گشت زدن تو اون منطقه بود. هلیکوپتر دقیقاً بالا سر لاشه هواپیما در حال پرواز بود و بازمانده‌ها با خوشحالی در حال دست تکون دادن برای امدادگرا بودن. اما چیزی نگذشت که اون هلیکوپتر تغییر مسیر داد و از اونجا رفت. انگار که امدادگرا نتونستن لاشه هواپیما و بازمانده‌ها رو ببینن.
درختای جنگل کاملا بالا سر بازمانده‌ها رو پوشونده بود و احتمالاً همین امر باعث شده بود امدادگران نتونن اونا رو تشخیص بدن. بازمانده‌ها برای بار دوم هم امیدشون رو از دست دادن و افسردگی در سایه اون جنگل تاریک و بارونی به سراغشون اومد. کم کم هوا داشت تاریک میشد و اونا تو هزاران هکتار جنگل تاریک و سرد گم شده بودن و هیچ چراغ یا وسیله دیگه‌ای هم نداشتن. هوا رفته رفته سردتر میشد و برندی هم حسابی خیس شده بود و از سرما داشت میلرزید. به خاطر همین همسرش براندون برای مراقبت از اون و باقی بازمانده‌ها به همراه سیلکه رفتن دور و بر رو بگردن تا ببینن پناهگاهی برای شب میتونن پیدا کنن یا نه. یکم که از محل سقوط فاصله گرفتن، یهو چشمشون به یه چمدون باز شده افتاد که محتویاتش ازش بیرون ریخته شده بود. همون لحظه سیلکه به براندون میگه این وسایل متعلق به اونه. سیلکه مغازه‌دار بود و از کاستاریکا یه سری پارچه و لباس خریده بود تا به مغازش ببره و بفروشدشون. اونا تصمیم گرفتن که این پارچه ها رو ببرن و ازشون تو بستن زخمای خودشون و باقی بازمانده‌ها استفاده کنن و از لباسای گرمم برای گرم نگه داشتنشون استفاده کنن. اونا بعد از اینکه چمدون رو جمع کردن می‌خواستن برگردن سمت هواپیما، اما مسیر برگشت رو گم کرده بودن. دور تا دورشون همه جا شبیه هم بود و نمیتونستن تشخیص بدن از کدوم سمت اومدن. با اینکه اونقدری از محل سقوط دور نشده بودن، اما نمیتونستن راه برگشت رو پیدا کنن و گم شده بودن. از طرفی اگه اونا تو جهت اشتباهی حرکت میکردن ممکن بود برای همیشه توی اون جنگل گم بشن. بعدش اونا شروع میکنن به فریاد کشیدن و اسم برندی رو صدا میزنن و کمک میخوان. شانسی که آوردن این بود که زیاد از محل سقوط فاصله نداشتن و فریادشون به گوش برندی رسید و اونم بعد شنیدن صدای همسرش شروع به صدا زدن براندون کرد و اینجوری شد که سیلکه و براندون در جهت صدای برندی حرکت کردن و از محو شدن ابدی نجات پیدا کردن. بعد این اتفاق اونا فهمیدن که اگه از همدیگه جدا بشن شانس کمتری برای زنده موندن دارن. از اون طرف آلوارو و مایکل وضع جالبی نداشتن و لحظه به لحظه بدنشون ضعیف‌تر میشد. آلوارو با تمام دردی که خودش داشت تحمل میکرد به مایکل دلداری میداد و میگفت نگران نباش، بالاخره به کمکمون میان و نجات پیدا میکنیم. مایکل ریه‌اش سوراخ شده بود و نفس کشیدن هر لحظه براش سخت‌تر میشد. برندی از لباسای سیلکه برای گرم کردن مایکل و آلوارو استفاده کرد تا کمی گرم بشن و اینجوری بتونن تا صبح دووم بیارن. هرچی که هوا تاریک‌تر میشد، دمای هوا پایین‌تر می اومد و اونا با اینکه پارچه‌ها و لباسای پیدا شده از چمدون سیلکه رو خودشون کشیده بودن، اما سرما امونشون رو بریده بود و از لرز به خودشون میپیچیدن. منطقه‌ای که اونا توش سقوط کرده بودن یک کوهستان جنگلی و پر از حیوان وحشی بود. بوی سوختن هواپیما همه جا رو پر کرده بود، ولی انگار بوی خون حتی از بوی سوختگی هم واضح‌تر بود و اون حیونا رو به اونجا کشونده بود. تو نیمه های شب اونا صداهای وحشتناکی رو از دور و برشون میشنیدن. توی اون جنگل تاریک هر صدایی میتونست یه تهدید مرگبار باشه. هرچی که میگذشت این صداها نزدیک و نزدیکتر میشد تا اینکه براندون یهویی چشمش به برگای درختچه‌ای میفته که داشت تکون میخورد. معلوم بود یه حیوانی لای اون بوته هاست. مایکل و آلوارو که کلی خون ازشون رفته بود و نمیتونستن حرکت کنن، میتونستن بهترین هدف برای این حیوونا باشن. از اون طرف اون 3 نفر دیگه باید تلاش میکردن تا اون حیوانو از اونجا دور کنن. اونا ابزاری برای روشن کردن آتیش نداشتن. به خاطر همین شروع کردن به سر و صدا کردن و تا خود صبح مجبور بودن با داد و هوار کردن این خطر رو از خودشون دور نگه دارن. از طرفی مایکل کم کم داشت هوشیاریشو از دست میداد و براندون سعی میکرد هی صداش کنه و نمیذاشون بخوابه تا از دستش ندن. اونا شب وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن. شبی که لحظه به لحظهش بیشتر شبیه یک کابوس بود تا واقعیت. اما اونا بالاخره موفق شدن که این کابوس وحشتناک رو پشت سر بذارن و روز فرا رسید و نور همه اون تاریکی‌ها رو از بین برد. برندی بالا سر مایکل رفت و دید که نفساش کمجون شده و به نظر می رسید که در حال مرگ باشه. با توجه به اینکه خیلی وقت بود مواد غذایی به بدنش نرسیده بود و کلی هم خونریزی داشت، بدنش در ضعیف‌ترین حالت ممکن بود. اونا مطمئن بودن که اگه کمک نرسه، اون روز مایکل رو از دست میدن. اونا 18 ساعت بود که تو جنگل‌های دور افتاده گم شده بودن و به شدت زخمی و گرسنه بودن و بعد از رفتن اون هلیکوپتر هیچ نشونه‌ای از کمک ندیده بودن. از طرفی براندون میدونست که اگه بخواد خودش و بقیه بازمانده‌ها رو زنده نگه داره، باید یه کاری کنه. دست رو دست گذاشتن فقط اوضاع رو بدتر می‌کرد. اون 3 نفر بعد از کلی بحث کردن بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید ریسک کنن و از اون منطقه خارج بشن.
اونا رو کوه بودن و فکر میکردن اگه به سمت پایین حرکت کنن به یه رودخونه‌ای میرسن و شاید بتونن با ادامه دادن مسیر اون رودخونه به یه روستایی برسن و کمک خبر کنن تا اینجوری بتونن جون مایکل و آلوارو رو هم نجات بدن. اما همونطور که گفتم این کار ریسک بزرگی بود، چون ممکن بود در نهایت این فکرشون درست از آب در نیاد و اونا برای همیشه تو جنگل گم بشن و دوستاشون هم خوراک حیوانای وحشی بشن. اما اگه کاری هم انجام نمیدادن باید شاهد مرگ دوستاشون می بودن و معلوم نبود بعدش چه بلایی سر خودشون میاد. براندون وقتی مایکل رو از تصمیمشون باخبر کرد، اون با این که دیگه جونی براش باقی نمونده بود چشاشو باز کرد و یه نگاه مضطربانه به براندون کرد و کله‌شو به نشونه این که با این کار اونا مخالفه تکون داد. اونا تنها امید مایکل برای زنده موندن بودن. در نهایت اونا به مایکل و آلوارو قول دادن که میرن و هرچه سریعتر به همراه کمک برمیگردن و اونا رو نجات میدن. اون 3 نفر از کوهستان جنگلی به سختی پایین میرفتن. اونجا پر بود از شاخه‌های شکسته با خارهای درشت که تو بدنشون فرو میرفت و اونا رو زخمی میکرد. چیزی نگذشت که اونا فهمیدن این تصمیمی که گرفتن خیلی کار سختی بود و با توجه به کم آبی بدنشون، گرسنگی و بیخوابی و اینکه به سختی هم مجروح شده بودن، این کار یه جورایی نشدنی بود. اونا توی جنگل صعب العبور گرفتار شده بودن. حتی دیگه مسیر برگشت رو هم پیدا نمی‌کردن و وسط جنگل گم شده بودن. اونا در حالی که دیگه هیچ راه پس و پیشی نداشتن، یه گوشه نشسته بودن و به این فکر می‌کردن که این پایان راهشونه و احتمالاً دیگه کارشون تمومه. از اون طرف تو محل سقوط آلوارو و مایکل تو لاشه هواپیما دراز کشیده بودن. آلوارو که به دلیل سوختگی‌های زیاد بی حرکت بود، فقط میتونست به مایکل که داشت به سختی نفس میکشید نگاه کنه و شاهد لحظات آخر زندگی اون باشه. ریه سوراخ مایکل نفس کشیدن رو براش سخت کرده بود. رنگش هم مثل گچ سفید شده بود. اون اصلاً شرایط خوبی نداشت. همه بازمانده‌های این حادثه امیدشون رو برای نجات پیدا کردن از دست داده بودن و کم کم داشتن خودشون رو به مرگ در جنگل تسلیم می‌کردن. تو همین حین بود که مایکل و آلوارو از پشت سرشون صدای چند تا آدم رو میشنون که دارن فریاد میکشن و به سمتشون میان. اولش اونا فکر میکنن براندون و برندی و سیلکه برگشتن، ولی در کمال ناامیدی چشمشون به چند تا مرد میفته که لباسایی با آرم صلیب سرخ تنشون بود و برای نجات اومده بودن. ارتشی از داوطلبان صلیب سرخ به مدت 24 ساعت بود که تمام اون مناطق رو داشتن میگشتن و علیرغم این که بازمانده ها فکر میکردن هلیکوپتر نجات اونا رو ندیده و از اونجا رفته و دیگه کسی سراغشون نمیاد، اما اونا تمام این مدت در حال جستجو بودن و سرانجام بازمانده ها رو پیدا کردن. مایکل با دیدن نیروهای امداد و نجات اشک از گوشه چشماش سرازیر شد. اون تو اوج ناامیدی و درست تو زمانی که فکر میکرد داره لحظات آخر زندگیشو سپری میکنه، اون آدما رو دید که به سمتش میومدن تا زندگیشو نجات بدن. انگار که یه وقت اضافه برای زندگی کردن بهش داده شده بود و هنوز زمان مرگش نرسیده بود. اما چیزی نگذشت که امدادگرا 3 بازمانده دیگه‌ای هم که سعی کرده بودن از کوه پایین برن و گیر افتاده بودن رو پیدا میکنن. اونا هم در کمال ناباوری یهویی از جاشون میپرن و به سمت امدادگرا میرن. بعد از نجات پیدا کردن از جنگل‌های کاستاریکا، سیلکه، آلوارو و مایکل به بیمارستان منتقل شدند و تحت مراقبت‌های ویژه‌ای قرار گرفتند و خوشبختانه بعد از مدت کوتاهی بهبودی کامل پیدا کردند. جراحات براندون و برندی وایلی هم بهبود پیدا کرد و اونا هم به آمریکا برگشتن و بعد از مدتی صاحب 2 تا بچه شدند.